امروز میخواهیم کیکی فامیلی را جور کنیم. طریقه کیکی فامیلی: یک کمکی نمک بسیار کم است، 3 عدد تخم. نمک مول نندازین، بسیار کم است. 1 گیلاس شکر است، کمکی آب است و از آب کده مولتر است روغن. اینولی مخلوطش میکنیم. 3 عدد تخم میندازیم. 3 عدد تخم خلاص کردیم. بعد از اون نمک میندازیم، به خاطر نمک بوی تخم بالا میکنه، بوی تخم نمیته، بسیار کم میندازیم. باز خوب مخلوطش میکنیم. بعد از مخلوط کردن شکر میندازیم. شکر هر دوش قطعی نمک کلکشن بسیار خوب مخلوط میکنیم تا که شکر قطعی تخم یک کمکی رنگی سفید شود. دیدین این قسم. بعد از آب میندازیم. آب انداختن بعد باز مخلوط میکنیم. مخلوط کردن بعد را خلاص کردیم، باز روغن میندازیم. روغن انداختن بعد خوب مخلوطش میکنیم. باز کیکی فامیلی را آردیشه میندازیم. باز بکنج پودر چیزاش هسته، باز 2 گیلاس از این میندازیم. اولا که شسته مخلوطش میکنیم، این دوباره قایم میکنیم، به خاطر که تا دوباره جور کردن این قایم پاک است شود. اینا گیلاس دیوم میندازیم. این قسم شد. اینا صحن کیکی ما را یک کمک روغن میکنیم به خاطر که نچسبه. اینا با صحن میندازیم. بعد از انداختن یک کمکی سمسم میندازیم. من بالاشون چالان کردم، پایینیشون چالان کردم، هر دوش یک اندازه چالان کردم. اینا آخر نتیجه ببینید چه قسمی پخته میشه. اگر خوشتون آمد از استفاده کردین، لایک اشتراک از یادتان نره و تشکر دوستای